در طبیعت هر مرد مانده شده که قلبش به زن میلان داره، بخوای نخوای. خیام ولی زمان هم باشی زن دوست دار. او یکم تا که میگه من زن دوست ندارم غلط است. بعضی جاهلا چی میگه یکم تا ری سفیدا و پیچه سفیدا. همین کسی که میگه مولوی شد خلاص شد دیگه، زن هیچ. حتی بعضیش فکر میکنه که هیچ عروسی نمیکنه. مولوی صاحب عروسی کرد، وای راست بگو. یک دفعه زن ری سفید پیچه سفید یک مولوی عروسی کرده بود. مولوی عروسی کرده، استغفر الله. مولوی هم میگه پارا میفهمه. مولوی ولی مولوی مچ ملائکه است چی است؟ ایرا بیخی ملک جور کرده. بسیاری هم یالم در جای همینطور است. خب یک مولوی مجرد در جای امام است، هر کی دختر بچه خدا آزاد پیشش روان میکنه. حتی مولوی را میارن در خانه تنها، هیچ کس نباشه مولوی را پیردار استاد میکنن سر خانه و زن و یا چی می ملائکه هستی. خب ولی چی میگه مولوی هم میگه پارا میفهمه. الهی توبه استغفر الله. مولوی میگه عروسی کرده. و مولوی زن دوم گرفته بود. خب از زن اول شم یا خبر نبودن، یک ذره سفید هم بود. گفت مولوی زن گرفته. الهی توبه، مولوی زن گرفته. ای خو میلان به طرف زن در قلب هر مرد که مرد باشه، اگر خنثی نباشه، نه خنثی نباشه، خو میلان به طرف زن، دوست داره زن، جزش است. حتی قرآن میگه اون لباس نه، جز وجود مرد است. همین کسی که ازدواج نکرده مجرد، همین گویا که چیز خدا گم کرده، نارام می باشه. همین ازدواج که کرده می تو آرام باشه، یک جز وجود خدا به دست میاره. یه خواست دیگه، یه خو می باشه.